از احمد ابن حنبل رحمه الله صفت تواضع و شکست حالی بیاموزید. تواضع و شکست حالی صفتی است که عالمان و دعوتگران امروز سخت به آن نیاز دارند. هر عالم و دعوتگری که دارای این صفت باشد با عزت و سربلند است، قدر و منزلت او هرگز پست نخواهد شد. یکی از امامان جرح و تعدیل شیخ المحدثین یحیی بن معین رحمه الله می فرماید به مثل احمد ابن حنبل کسی را ندیدم. طول 50 سال با ما بود ولی باری هم بر آنچه که از خیر و صلاح داشت بر ما فخر نکرده است و همیشه می گفت ما مردم بیچاره ایم، اگر ستر خداوند نبود هر آینه شرمنده می شدیم. پروردگارا ما را به اخلاق نیکو و صفت تواضع زینت بده. آمین یا رب العالمین. اگر نصیحت کردن نمیتوانید، لااقل به سوی نصیحت راهنمایی کنید. لایک ماندن شما سبب می شود که این گونه نوارهای اسلامی به دیگران برسد و برای شما هم اجر و پاداش نصیب شود. زیرا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند هر کسی با کار خوب راهنمایی کند برایش از جانب خداوند مثل اجر و پاداش انجام دهنده آن است. پس در نشر خوبی ها سهم گذار باشید.